آفتابه بخر، ماشین چینی نخر. حداقل این آفتابه تو بیابون به درد آدم میخوره. این ماشین چینی ها هر روز خدا تو تعمیرگاه. ماشین 50,000 تا کار کرده، گیربکسش باز شده. اولین روزی که میری اینا رو بخری سانتال شده، میری اونجا میگن آقا موتور پلمپه. بله موتور پلمپه. یه قاب انداختن برای خوشگلی، گیربکس تو 50,000 تا پایین. حالا هزینه گیربکس این ماشین از این تویوتای کورولای 2015، از اون نیسان جوک، از این توسان، از این سراتو، از همه این ماشینایی که اینجاست بالاتره بجز این رافورا. این رافورا هم زمانی از این بالاتر میزنن که دیگه گیربکس رو بجوانا بذارن زمین، وگرنه تعمیر این با این رافور 5 میلیاردی یه جا در میاد. اون میره برات 300,000 تا کار میکنه، این میره برات بازم 50,000 تا کار میکنه. اون روزی ما گفتیم ایران میشه قبرستون ماشینای چینی. چی میشه؟ همین ماشیناست. بذار به 100 تا برسه. حالا هر کی هم خریده این ماشینا رو ناراضی. چرا؟ چون هنوز به 100 تا نرسیده، گیربکس اومده پایین. منتظر ماشینای صفر چینی که موتور گیربکس همیشه در حال پایین بودن رو داشته باشید. اینم داستان ماشینای چینی.